بیدار شدن شب‌ها جهت رفتن به دستشویی چیه؟ تا چند بار میتونه طبیعی باشه؟ اصلا علتش چی میتونه باشه؟ من در این برنامه سعی میکنم این موارد رو خدمت شما عزیزان توضیح کامل بدم. من دکتر مهرداد صادقی، متخصص اورولوژی، دارای بورد پزشکی نشاپاتی در کانادا هستم. لطفاً تا پایان این ویدیو با ما باشید. تکرار ادرار شبانه معمولا زمانی ادرار میشه که ما با احساس فوریت در ادرار از خواب بیدار شیم و به دستشویی بریم. زمانی که به علت مختلف مثل کم خوابی و یا بیخوابی و یا به علت آپنه تنفسی از خواب بیدار میشیم به حساب نمیاد. در حالت عادی یک بار بیرون رفتن شبها میتونه طبیعی باشه، ولی اگه 2 بار و یا بیشتر باشه ما باید حتما به دنبال علتش بگردیم. چه زمانی این اتفاق میفته؟ زمانی که یا کلیه‌های ما زیاد ادرار تولید میکنن و یا اینکه زمانی که مثانه ما کم ظرفیت شده، نمیتونه ادرار زیادی رو تحمل بکنه. به محض اینکه یک مقدار خیلی کم ادرار وارد میشه ماورای تحملش میشه و باعث احساس فوریت در ادرار میشه. توجه بفرمایید، ما در هر 24 ساعت یه چیزی حدود 1200 تا 1500 سی سی ما ادرار تولید میکنیم. در ساعت اگر 50 تا 60 میلی لیتر شما در نظر بگیرین، یه فرد عادی بعد از اینکه شبا قبل از خواب مثانه‌اش رو تخلیه میکنه و 8 ساعت هم میخوابه، در زمانی که از خواب بیدار میشه یه چیزی حدود 450 تا 500 سی سی نهایتاً مثانه‌اش میتونه ادرار داشته باشه. ما زمانی که اولین بار احساس ادرار در ما به وجود میاد معمولا در 300 سی سیه. اولین احساس ادرار به 400 سی سی که میرسه تمایل داریم بریم دستشویی و ادرار کنیم. به 500 که میرسه واقعا یک احساس فوریت به ما دست میده. حالا شما توجه بفرمایید، فردی که 400 450 و یا حتی نهایتا 500 سی سی هم ادرار بخواد تولید بکنه در یک فرد جوان و سالم، مشکلی براش ایجاد نمیشه. یه روالی هستش که معمولا افراد شبها قبل از خواب مثانه خودشون رو تخلیه میکنن و صبحها هم اولین کاری که میکنن دستشویی میرن و مثانه تخلیه میکنن. ولی زمانی که در حقیقت اون ظرفیت مثانه کم میشه، در مقادیر بسیار بسیار کمتر، فرد تحمل نداره و از خواب بیدار میشه و دستشویی میره. بیایم اول بگیم چه زمانی کلیه ها زیاد ادرار تولید میکنن. در درجه اول دیابت شیرین میتونه علت شایعی باشه. حضور گلوکوز در توبولهای کلیوی باعث میشن که ادرار رو به طرف خودشون بکشونن به مثانه و زیاد از حد ادرار تولید میشه. دومین علت دیابت بیمزه است که در اون هورمون ضد ادراری ترشح نمیشه و ادرار خیلی زیادی وارد مثانه میشه. البته در افراد مسن هم ما معمولا همچین قضیه رو داریم، به شدت کمتر. معمولا افراد بالای 70 سال مقدار کمتری هورمون ضد ادراری ترشح میکنن، به این خاطره که ما بیرون رفتن در طول شب رو در افراد مسن زیاد میبینیم. علت سوم ادم اندامهای تحتانی یا تورم اندامهای تحتانی در افرادی که مشکلات مختلف قلبی و عروقی دارن. این افراد موقعی که میخوابن به علت اینکه اون اثر جاذبه زمین از بین میره و به صورت صاف اینا میخوابن، مقداری مایع میره وارد کلیه میشه و دفع ادرار زیاد میشه. علت چهارمش میتونه استفاده از داروهای دیورتیک و یا ادرار آورنده در افرادی که بیماری قلبی و یا فشار خون دارند باشه. و علت آخرش هم استفاده زیاد مایعات، الکل، کافئین به فاصله نزدیک قبل از خواب. حالا علت هایی که ممکنه باعث کاهش ظرفیت مثانه بشن چیه؟ در درجه اول میتونه علتش مثانه عصبی باشه. اصطلاحاً ما مثانه نوروژنیک میگیم که میتونه یه مثانه بیش فعال باشه که ظرفیتش خیلی کم شده و نمیتونه زیاد ادرار رو تحمل بکنه، و یا اینکه یه مثانه شل و یا فلاسید باشه که هر دفعه باعث میشه یه مقدار باقی مانده ادراری تو مثانه بمونه و گاهن به لبریزی ادراری، سرریز کردن ادرار ممکنه برسه. دومین علتش میتونه افتادگی مثانه در خانم ها باشه که اونم باز هر دفعه باعث میشه یه مقدار رزیدو ادراری و یا همون بالا رفتن ذخیره ادراری یا باقی مانده ادراری در خانم ها باعث میشه که در طول شب به صورت تکرار ادراری خودشون نشون بده. البته در خانم‌ها گاهن میتونه کیس‌های بزرگ لگنی و یا تومورهای تختان و رحم هم با اثر فشاری که رو مثانه میارن باعث این قضیه بشه.
سومین علت عفونت‌های ادراریه، عمدتاً در خانم‌ها که همراه با سوزش ادراری هم هستش. علت چهارم میتونه انسداد ادراری و یا سنگ‌های ادراری در خانم‌ها و آقایون باشه. و علت آخر و شاید میتونم بگم مهمترین علت و شایع‌ترین علت بزرگی پروستات در آقایون باشه، عمدتاً بالای 50 سال، که میتونه باعث ایجاد ناکچوری و یا همون تکرار شبانی ادراری. در پایان خبر خوب برای شما اینه که تمام این عللی که من ذکر کردم همشون قابل درمان هستن. مهم اینه که متوجه بشیم که ما ناکچوری و یا تکرار ادرار شبانه داریم و دوم این که به پزشک معالجمون مراجعه کنیم، هر چه زودتر بهتر. متشکرم که تا پایین برنامه با ما بودید.